امروزه تحمل کردن نشونه قهرمان هاست. خطاب من امروز به پدر مادراییه که حامی ما معلولین بودن. سلام قهرمانای ما، سلام قربونتون برم. شاید الان وقتی کلمه قهرمان استفاده کردم یه لبخند تلخی زدین، ولی امروز اومدم یه گفتگو کوتاه باهاتون داشته باشم. یه گفتگو کوتاه با این دل مهربونتون. خطاب من امروز خانواده‌هایی هستن که به تازگی فرزندانشون دچار معلولیت شدن، یا از بد به تولد یا متاسفانه بر اثر یه تصادف. کاملا درکتون میکنم. اون زمانی که تو مطب دکتر کلمه معلولیت رو شنیدین و تمام دنیا براتون ایستاد، تمام آرزوهایی که برای فرزندانتون داشتین محو شد، تمام امیدتون ناامید شد. میدونم خیلی سخته اینکه شما از آینده ما ترس داشته باشین، اینکه نگران تنهایی های ما باشین، اینکه دور از جون بعد از شما چه اتفاقی برای ما میفته، اینکه نگران گذران زندگی ما بعد از خودتون هستین. اینه کاملا طبیعیه. میدونم ترس از قضاوت شدن دارین و این سوالی که همیشه براتون تکرار میشه تو ذهنتون، چرا ما این اتفاق برامون افتاد؟ چرا باید اینجوری میشد؟ چرا؟ میدونم این حس کاملا طبیعیه و حق کاملا با شماست. اینجا نیومدم بگم که نگران نباشید، چون شما نگرانی. من امروز اومدم باهاتون حرف بزنم، بگم منم مثل فرزند شما، منم مثل بچه خودتون بدونین. چون یه روزی تو یه مطبی یه دکتری به پدر و مادر من گفت دیگه هیچ امیدی نیست، اون نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. جمله دومش درست بود، من نمیتونستم زندگی عادی داشته باشم، ولی این که دیگه امیدی نیست این یه دروغ محضه. امید هست و معجزه میکنه. دکترها میگفتن امیدی نیست، چون میگفتن اون نمیتونه رو پای خودش وایسه، اون نمیتونه موفق بشه، اون نمیتونه حتی دوستی پیدا کنه. ولی امروز من اینجا وایسادم، دارم صحبت میکنم و پدر مادرم اعتماد به نفسی به من دادن که حتی هر انسان سالمی تو رنج سنی من اونو نداره. الان پایان ماجرای شما و فرزندتون نیست، این تازه شروع راهه. شروع راهی که برای هر کسی تو زندگی به شکل‌های مختلف رخ میده. پستی بلندی های زندگی هر کسی متفاوته. تو این فیلم قبلی که در پایین پیوست کردم در مورد راه‌های زندگی آدم‌های مختلف توضیح دادم. میتونین این فیلم رو ببینید. من از رازی میخوام به شما بگم که شاید الان بشنوید باور نکنید یا یه چنین چهره‌ای به خودتون بگیرید، ولی من از فردای اون روز فرزند شما دارم صحبت میکنم. سخته، ولی نه به حدی که بتونه شما و فرزندتون رو از پا دراره. وقتی شما قوی باشید، وقتی قدرتمند باشید، وقتی اتکاتون به خداوند باشه، هیچ چیزی جلوی شما رو نمیگیره. زندگی فرزند شما خیلی سخت خواهد بود و پر از سنگلاخه، ولی منظره‌ای رو به شما نشون میده که هر خانواده ای این مناظر، این منظره ها براشون پدیدار نمیشه، بهشون نشون داده نمیشه. ما در طول این سفر یاد میگیرین منتظر بمونید، صبرتون زیاد میشه. در چه مواردی؟ در زمانی که اولین کلمه‌شو به زبون میاره، شاید به اندازه بچه‌های دیگه یا تایمی که بچه‌های دیگه به زبون اومده اون به زبون نیومده باشه، ولی شما دیدن اون جمله براتون حیرت انگیزه. اولین باری که قدم‌های لرزانشو برمیداره، منتظر زمانی که اولین نگاه آگاهانه‌شو به شما داشته باشه.
اینا همه جمع میشه و به شما یاد میده و شما حتی میتونید به دیگران یاد بدید و الهام بخش باشید که زندگی مسیرش مهمه، مقصد مهم نیست. وقتی مسیر زیبایی داشته باشی، مسیر آگاهانه‌ای داشته باشی، وقتی سطحی نگر نباشی، میتونی به یه مقصد خوب برسی. شما پدر مادرای عزیز عشق خالصی. شما تمام موارد و مشکلاتی که فرزندانتون دارن دیگران اونا رو به عنوان کمبود میبینن و شما به عنوان یه فرصت ببینید. شما آدمای عادی نیستین، خودتون دست کم نگیرین. قربونتون برم عزیزای دل من، پدر مادرای قدرتمند، شما تسکین دل فرزندانتون هستین. فرزندان شما هم از شما یاد میگیرن اینکه دیدگاه متفاوتی نسبت به زندگی داشته باشن. خیلی از آدما معلولان زیادی میبینن که واقعا از نظر معرفتی بچه‌ای با سطح معرفت بالایی هستن، به خاطر اینکه این چیزا رو از خانوادهشون یاد میگیرن. و این نوید رو بهتون بدم، وقتی که فرزندتون ازدواج میکنه، بله فرزند معلول شما ازدواج خواهد کرد، چنین روزی رو برای در نظر بگیریم، برای چنین روزی آماده باشیم. وقتی نوه‌دار میشین، نوه‌های شما هم انسان‌های متفاوتی هستند، چون زاویه دیدشون به دنیا متفاوت میشه، چون پدر مادرای خاصی دارن، پدر مادرهایی که با وجود کمبودها و ضعف‌ها و ناتوانی‌ها تونستن. اون روزه که بهتون میگم بشینین از نوه‌هاتون لذت ببرین. تو 3 جمله صحبتامو جمع‌بندی میکنم. شما به عنوان قهرمانان زندگی فرزندانتون باید دفاع کننده باشین. در مقابل ترحم و نگاه آزاردهنده دیگران باید از فرزندانتون دفاع کنین. شما باید عاشق اونا باشین، چون اولین نفری که تو زندگیشون میتونه مهر و عشق به اونا یاد بده شمایین. و اینکه شما یک کاشفید. شما باید کشف کننده مهارت‌های فرزندانتون باشین. هیچ کس به اندازه شما از استعدادهای فرزندانتون با خبر نیست، چون شما در طول روز خیلی با اونها در ارتباط هستین. پس تنها کسی که میتونه بهترین مشاور و راهنمای اونا باشه شما. فرزند شما شگفت انگیزه، چون شما شگفت انگیز بودید، چون شما یه قهرمان هستین. شما با شجاعت، تحمل و عشقتون به اونها توانایی میدین که خیلی از پدر مادرها هیچ درکی از این مسائل ندارن و این موهبتی از طرف خداوند. دوستتون دارم. خدا نگهدار و حافظ قلب مهربونتون باشه. دوستان عزیزم، امیدوارم این گفتگو به درد همه بخوره و میدونم آره به درد همه میخوره. خوشحالم که اینجایی. سابسکرایب یادتون نره. من اینجام که با هم فرهنگ سازی کنیم و جامعه خودمون رو بسازیم، جامعه‌ای که در آن معلولین بتونن به آسایش و آرامش زندگی کنن.